شاید که این بیماری در تاجیکستان داخل شده باشه. امروز بیایم غم دانشجویایی که در ووهان باقی ماندن غم اونا را بخوریم. اونا هم فرزند همین ملت هستند، اونا هم شهروند همین تاجیکستان هستند. وقتی که یک بلای بزرگی به سر یک کشوری آمده است که اون همسایه کشوری ما و شما است، ما در این باره باید سریعا صحبت بکنیم، برای مردم بفهمانیم. و از آن جمله دولت هایی که اقتصادشان وابستگی از چین دارن، اونا باید خوب بفهمن. خب بعضی ها میگفتن که هیچ گپ نیست، یک 2 روز میگذره این کاربار همش خوب میشوه. نه، در حالی که تمام دنیا درباره این ویروس صحبت میکنه، چرا که ما و شما صحبت نکنیم؟ بعضی نفرها هم میگن که جای خواطر شوی نیست، اینا یک دولت ابرقدرتن، میتونن که بزودی این ویروس بی ضرر بکنن و تمام کارش دمی تمام است. شما فکر میکنین که چین با این ارتش بزرگش میتونه که به یک ویروس میدهک که فقط با میکروسکوپ را انسان ها میبینن مبارزه بره؟ نه، چون خداوند عزوجل اگر که شما قصه های قرآنی را خوانده باشین دوستان عزیز، خداوند اصحاب فیل با کمک گنجشککان است بین. این معنای او را نداره که خداوند نمیتونست یک لشکری بزرگ را به سر اینا روان بکنه، یا که ملائکه را بگه که برین همین اصحاب فیل در همین بزنین تیت پیچون کنین. نه، خداوند به اصحاب فیل نشان داد که اونا اینقدر در پیش خداوند به قدر هستن که با سنگجهکای خوردکی که از آسمان به سر اونا پرتاب کرده میشه و اونا از دنیا میروند. بهترین متخصصان ساحه طب در حال کار هستند و تمام متخصصان جهان، از آن جمله از آلمان و امریکا و فرانسه و جایی نیست که یک نفر بگه که ای برادر عزیز این ویروس اومده است امروز با فردا میروه. نه دوستان عزیز، به همون خاطر میگن که تازگی نصفی از ایمان است. تازگی نصفی از ایمان است. اگر که انسان تازه نباشه ایمانش کامل نیست. به همون خاطر تازگی را خوب رعایت کردن در کار. امروز 2 نفر دیگر باز در فرانسه پیدا شد که به این بیماری مبتلا هستند و این ویروس در داخل اونها داخل شده است. و در کانادا در این باره صحبت دارند، در امریکا و زیاده از 2-3 هزار نفر مبتلا به این بیماری شدند و این ویروس داخل آنها شده است. آیا انسانیت می تواند راه حل را پیدا بکند؟ آیا انسانیت می تواند این بلای بزرگ را بی ضرر بکند؟ بله، انسان ها پیشرفت کرده ایستادند، بله ساحه طب پیشرفت کرده ایستاده است، اما وقتی که ساحه طب پیشرفت داره معنای او را نداره که تمام جوک و جندار انسان باید بخوره. این معنای او را نداره. تمام دنیا دین ها آمدن و مردم را دعوت به آن کردند، دعوت به لقمه حلال کردند، چون که خداوند و پیامبرانش می دانستند که انسان از لقمه حرام بیمار می شود، چون لقمه حرام انسان را بیمار می سازد. به قول می گویند که این ویروس از مارها پیدا شده است، چون در همان بازار گوشتی که گوشت حیوانات می فروختند و از آن جمله حیوانات بحری، این خطری بزرگ است و این خطر به سر هر یک کس میتواند بیاید. و خداوند عزوجل هر وقت امتحانی را برای انسانیت پیش میارد و نگاه میکند که انسانها چی کار خواهند کرد. خداوند انسانها را دوست دارد، هر یک انسان را خداوند دوست دارد. ما و شما امروز نمیتوانیم بگیم که نه یک خطری کوچک است، این خطر بزودی از بین می رود. نه دوستان عزیز، این در حقیقت خطری بزرگ هست. این در حقیقت مردم را دارد تلف می کند. بیاین حقیقت بگوییم. خوب شما نمیتونین برای مردم بگین که پانیک نکنین، خب کنین همش خوب میشه و این گپا همش خطا است. مثل همی که در ببنده تاجیکستان میگفتن که یا که در قلف کو همسایت دز نگی. خب معنای او را داره که وقتی که این ویروس در یک کشور پیدا شده است که او نزدیکترین کشور به ما هست، از ساحه اقتصادی چقدر مال و کالا از او کشور به تاجیکستان میآید و بازار لباسه و بازار تلفن و دیگر اینا همش وابستگی از چین داره و تمام کالاهای چین، تمام تکنیک‌های چین به ما میآیند، به کشور ما. قرب یوان اصلا در پای اون زد. اصلا علی بابا که همی
یک سایت اینترنتی بود که مردم از او فرمایش میدادن هر چیز، یا اینکه میخریدن فرمایش میدادن روان میکردن به روسیه و به دیگه کشورهای جهان. از سرشوی همین کرانتین، از سرشوی همین که کرونا ویروس پیدا شده است، اصلا 20% خریداراش از دست داد. انسان ها باید را خوب بدانن که انسان تازگی را باید در اولین جا بگذاره و از شهروندان تاجیکستان خواهش کرده می شود که هر چیزی که می نوشین می خورین اونا را پیش از این بشویند و هر وقتی که می خواهین طعام بخورین دستاتون را بشویین. حتما هر وقتی که از حاجت خانه بیرون اومدین دستاتون را بشویین. پیش از خواب تو دنداناتون را تازه کنین. یک چیزی که در زمین غلطیت اونا نگیرین، نخرین. خوب دوستان عزیز، گپ از زیاد نمیکنم. انشالله که هیچ نفر شما بیمار نشین و هیچ وقت همین ویروس به کشور ما و شما نیاید. انشالله که مردم ما سالم و صالح باقی بمانند. خدا نگهدار.